بهترین خاطره شما با پدرتان چی بوده؟ بهترین خاطره که یادم میایه یک زمستان سردی بود. در پنجشیر بودیم، برف در حال باریدن بود. 8 ساله 9 ساله بودم، طبق معمول مصروف شوخی و اینا که پدرم از جنگ های بسیار دیگه فرسایشی و خسته کننده برگشتن. دید که من کجای مصروف ساتری و بازیستم و فهمت بیایی آمدم. یک کتاب گرفته بود، نمیدونستم درست بخوانم، گلستان همه قسم یک چیز نام داشت. دیگه آمدم دیدم پدرم گفت این گلستان سعدی است، اثری از دیگه سعدی صاحب است و ایره تو باید بخوانی، بشین ببینم که خوانده میتونی. خواندم، بسیار با سختی و مشکلات نتونستم. کشید یک کتاب دیگه دیوان حافظ بود و بخوان هر چه کدم که الا یا ایها الساقی در کاسن و ناولها. از چانس بدم شعر اول و مصرع اول شعر اول حضرت حافظ و سخت است که بسیار سخت است خواندنش، نتونستم. باز چیز شد شروع کردم راه ما خواندن. قبل از او به شدت از ادبیات و شعر و اینا علاقه نداشتم، بدم میآمد. اما او شروع کرد با صدای خودش که عالم که در ذهنم میاد و میخوانم، با اونمو آوازی است که او برام شعر خوانده که الا یا ایها الساقی در کاسن و ناولها، کش خاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. امی شعر امی قسم میه باز امی شوی تاریک و بیم موج و گرداب چونین حائل. باز همیشه که میپرسی طرف امی چت سعی میکرد و چشمایش بسته کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها. برای ما خوشایندترین وقت اینمی بود که امرای او شعرخوانی را با ما شروع کرد. متاسفانه دیگه شعر ما تا ترک شیرازی و حکایت هفتم نرسیده بود که شهید شدن. دیگه اونمو وقتا متاسفانه دیگه مو مقطعی که آرام آرام امرای او شروع کرده بودم آموختن دیگه کتب ادبیات او دیگه تکمیل نشد. شیرین ترین خاطره من میست. باز مرا گفت که برو برای من یک چوب بیار، چون بلد نبودی بخوانی که من باید تو را بزنم. من رفتم، چون به شدت علاقمند و شیفتهشون بودم. رفتم یک چوب گرفتم، به این که امروی چوب مرا لط بکنه یا بزنه. من گفتم این چوب خالی خو مقبول نیست، لایق بردن پیش اونا نیست. ایره دادم به یکی از دوستای من که ایره یک طراحی و حکاکی در این چوب امروی چاقو بکنه که زیباتر شود. ایره که میبرم یک چیز مقبولتر خدمتشان تقدیم میکنم، امروی امی خودم مرا لط. رفتم دروازه رو تق تق کردم، نگه مصروف کار و تلفن بودن، متوجه نشدن. به احترام موجه پشت دروازه ششتم. یک 10 دقیقه تیر شده بود، دستام میلرزید، چوب در دستم برفم شیشته بود که برآمد. مرا دید، اوه چی میکنی اینجا؟ گفتم پدر چوب آوردم که شما میخواستین که دیگه چوب مرا دیگه تنبیه بکنین، چون یاد نداشتم. چوب گرفت ماند اونجا. گفت اوه بچه من خودت را مزاحمت کرده بودم دیگه.